درود و وقت بخیر. آرتور هستم. یه مطلبی بود حالا با شما مواجه شدم، میخواستم نشونتون بدم، خیلی خنده دار و براتون جای تاسف هم داره. جناب تتالی اومده یه دیسپک بده، 2 دقیقه است کلا کار، 1 دقیقه و 30 ثانیه کلا بیته و بیت چی بگم، بقیه‌اش هم در حد 4 تا جمله گفته که اونم متوجه شدم کاوره. بیاین به این پست برگردیم. 4 شهریور پست شده از یه پسر بچه به اسم بردیا دژاو، نمیدونم اسمش دقیقا چیه. پست با اینش بدون ادیت شده، پس نمیتونه تغییری درش ایجاد شده باشه. 4 شهریور این پست میریم دانلودش کنیم ببینیم جریان چی که گفتن. ترک جدید تتلوف اگه فکر کنم اصلا باید از یه همچین بچه‌ای کاور کنه، خودش ته دیگه واقعا فول بودنه. جوجه هنری قول بده تا نشدی سوژه تو نری. جوجه هنری فکر میکنی شاخی ولی جوجه خودمی. همونطور که میدونید امروز هم 15 شهریور هستش و خیلی حرکت زاییه. بریم ترکی تتلو رو گوش کنیم. جوجه هنری قول بده تا نشدی سوژه تو نری. جوجه هنری فکر میکنی گنگی ولی جوجه خودمی. جوجه هنری الان میخوای بگی ماهیگیری، بیا ماهی ما رو بگیر دیگه. جوجه هنری ولی شما ماهی نداری، خیار داری. فکر میکنی گنگی ولی خونشونه ننه نداری.